أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 51 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 52 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الثانی والخمسون، یعنی درس 52. درس 52 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که باید این کلمه ها با تمام نازکی هایشان حفظ کرده شوند. بعد از حفظ کردن حوار و گفتگوی این درس خوانده شود. کلمه های نو این درس چنین است که صاحب کتاب میگوید خروفون. خروفون یعنی گوسفند. خروفون گوسفند، این اسم مفرد است. جمعش می شود خرفانون. خرفانون یعنی گوسفندها، این جمع است. بعد از این میگوید مکینتون. مکینتون یعنی دستگاه، یا میتونیم با روسی هم استفاده کنیم که استانک. استانک یا متار هم میگویند. مکینتون متار یا استانک یا دستگاه، با تاجیکی فارسی دستگاه می شود. همچنین میشه بگیم مکنتون. مکینتون مکنتون هر دوش یک چیز است. مکینتون یا مکنتون هر دویشان یک چیز می باشند، یعنی که دستگاه یا همون استانک یا متار. پس با این با سبب اضافه بهتر و خوبتر شناخته می شود. مثلا میگوید که مکینت الخیاطتی. مکینت یا مکنت الخیاطتی یعنی دستگاه دوزندگی. دستگاه دوزندگی یا استانک دوختن، یا مثلا مکنت الطباعتی یا مکینت الطباعتی یعنی که دستگاه چاپ کنی. پس این به سبب اضافه بهتر و خوبتر و افضلتر معناش واضح می شود. اما خود مکینه یا مکنه ترجمه است دستگاه. بعد از این میگوید جمعش می شود مکناتون یا مکیناتون. مکیناتون یعنی دستگاه ها. مکیناتون دستگاه ها. جمعی مؤنثی سالم می شده است، زیرا که با الف و تا جمع می شود. بعدش میگوید قناتون. قناتون یعنی که کانال. قناتون یعنی کانال. جمع قنات می شود قنواتون، یعنی جمعی مؤنثی سالم می شده است. می شده است قنواتون. پس قناتون در اصل اینجا قنوتون بودگی است. قناتون در اصل چی است؟ قنوتون. این طریق است، قنوتون. پس واو متحرک ما قبل مفتوح را قلب الف کردیم شد قناتون. اصل قناتون چی است؟ قنوتون. پس ما این را قلب الف کردیم. این الف اصلش واو است، زیرا که در جمع ببینید این واو برگشت. این واو قلب الف نشد. چرا؟ زیرا که بعدش حرفی ساکن است. قنوا الف ساکن که است. اگر این الف همچنین اگر قلب الف میشد، اینجا قلب الف میکردیم، التقای ساکنن باید میشد. پس این را ما باید حذف میکردیم، به مثل مفردش میشد قناتون. دیدید؟ قناتون به مثل مفرد میشد. از این حساب ما در اینجا واو را قلب نکردیم، به حال خودش گذاشتیمش. پس شد قنواتون، جمع مؤنث سالم یعنی کانال ها. بعد از این میگوید فراشون. فراشون. فراشون یعنی چی؟ یعنی شپلک. ببینید اگر که شده بمونه بگیم فراشون، پس فراش می شود، روبنده. اما فراشون به شده می شود
شپلک. بعد از این میگوید شکلون. شکلون یعنی شکل. و تو چه همچنین شکل میگیم. جمعش میشود اشکالون یعنی شکلها. اشکالون یعنی شکلها. بعد از این میگوید صوفون. صوفون یعنی پشم. صوف یعنی پشم. جمعش میشود اصوافون یعنی پشمها. اصوافون یعنی پشمها. جمع. بعد از این میگوید صوتون. صوتون یعنی که آواز. صوت آواز، صدا. جمعش میشود اصواتون یعنی آوازها، صداها. اصواتون جمعی صوتون. بعد از این میگوید اولون. اولون یعنی اول. اولون اول یا یکم. اولون اول یا یکم. جمعش میشود اوائلو. اوائلو صیغه منتهی الجموع که هست از این حساب تنوین رو قبول نمی کند. صیغه منتهی الجموع هست، غیر منصرف است، تنوین رو قبول نمی کند. پس میگیم اوائلو یعنی اولها، یکمها. بعد از این میگید الاثنانی. الاثنانی لام رو کسره میتیم. این الف بعدی لام رو نمیخونیم زیرا که الف الفی همزه وصلیه است، همزه قطعی نیست، همزه وصل است. پس میگیم الاثنانی یعنی دو کس، دو. الاثنان یعنی دو. بعد از این میگه عجیبون. عجیبون یعنی عجیب. و تو چی ما شما عجیب میگیم. یا شگفته به فارسی مثلا تو چی شگفته. یا مثلا حیرت، در حیرت. یا با توجه چی ما شما میگیم عجیب و غریب. پس عجیبون یعنی عجیب و غریب. پس عجیبون همچنین با تاجیکی هم استفاده برده می شود. بعد از این میگوید سمینون. سمینون یعنی فربه. سمین یعنی فربه. پس سمینون صفت مشبهه است. از سمون یسمونو سمینون. به مثل شرف یشرفو شریفون میگفتیم، کرم یکرمو کریمون میگفتیم، اسم فاعل یعنی صفت مشبهه. پس سمینون از سمون یسمونو است. سمون یعنی فربه شد، یسمونو فربه می شود، سمینون همون آدم فربه، اسم فاعل است، صفت مشبهه است. در کتاب صرف میر خوانده بودیم که اسم فاعل، صفت مشبهه، صفت مبالغه، اسم مبالغه، اینها چی فرقیت بینشان هست در صرف میر به تفصیل بیان کرده بودیم. بعد از این میگوید سیمانون. سیمانون یعنی فربه ها. سیمانون یعنی فربه ها. سمینون یک از فربه، سیمانون فربه ها جمع. بعد از این میگوید برسیمون. برسیمون یعنی رشقه. برسیمون رشقه. یا میشود برسیمون بعضی مثلا بیده میگویند، یا یونجه یا یونچق، یا یونوچقه. یونوچقه، ولی یونوچقه این کلمه ترکی است، والله بعضی استفادهش میبرند. یونوچقه. یونوچقه همچنین رشقه. پس برسیمون چی بوده است؟ رشقه. بعد از این میگه طول الیومی. طول الیومی یعنی روزی دراز. طول الیومی یعنی روزی دراز. بعد از این میگوید دارت المکینتو. دارت المکینتو یعنی که چرخ زد. چرخ زد دستگاه، ستناک. دارت رو میشه به معنی کار کرد. کار کردن بگه میشه. اصلا داره دورو به معنی چرخ زدن، تاب خوردن. دارت المکینتو یعنی که موتور تاب خورد، یعنی موتور کار کرد. یا ستناک دستگاه کار کرد. پس طول الیومی در اینجا مضاف مضاف الیه. طول این نایب از جای ظرف است. طول مضاف است و یومی مضاف الیه. دقت دادید؟ یک از بگه برای چی طول منصوب است؟ میگوید که به خاطر اینکه نایب از جای ظرف است. طول الیومی یعنی روزی دراز، یعنی مدتی دراز. دارت المکینتو. دارت فعل ماضی، المکینتو فاعل دارت. جر الماء. جاری شد آب. جاری شد یعنی که رفت. جاری شد
آب. جرا فعل ماضی، الماء فاعلی جرا. بعد از این میگه روا، روا آب داد. روا ترجمهش چی است؟ یعنی که آب داد. روا در اصل چی است؟ رویه است و مثل رما رمیه بود و مثل همون است. پس واوی یا متحرک مقابل مفتوح رو قلب الف کردیم شد روا. فعل مضارعش می شود یروی، یعنی آب می دهد و مثل یرمی. اصل یرویو بود اما دمه دریا ثقیل کی بود دمش گرفتیم شد یرمیو. یرویو یعنی آب می دهد. یروی آب می دهد و یک مرد در زمان آینده. فعل امرش می شود اروی و مثل ارمی. اروی یعنی آب بده. ریون این مصدر است. ریون این مصدر است یعنی که آب دادن. ریون ترجمهش آب دادن. این کلمه ریون در اصل رویون است، یعنی که به این طریق است. رو و مثل رمیون و مثل ضربون. رویون به این طریق است. رویون دقت دادید؟ رویون این طریق است. رویون چیکارش کردیم؟ در اینجا ما قاعده گرفته بودیم در کتاب صرفی میرکی در یک کلمه اگر واو یا جمع شود یکی از اونها اگر ساکن باشد، دقت دادید؟ ببین واو یا جمع شد در یک کلمه و مثل تاویون گفته گرفته بودیم. تاویاتوی مصدرش میشد تایون. اصل گفتیم تاویون است در صرفی میر گرفته بودیم. پس این انا همون است. رویون است. وقتی که در یک کلمه واو یا جمع شد واو را قلب یا کردیم. دقت دادید؟ قلب یا کردیم شد چی؟ ریون. یا یکم ساکن یا دویم متحرک یا را در یا ادغام کردیم شد ریون. دقت دادید؟ پس به این طریق شد ریون. ریون یعنی که آب دادن مصدر هست. بعد از این میگوید روایروی از باب ضرب یضرب است، ناقص یایی است. روایروی ناقص نه، این لفیفی مقرون است. لفیفی مقرون است. روایروی زیرا که دو حرف اخیرش حرف علت است. اگر دو حرف علت در اخیر کلمه باشد، عین و لام باب حرف علت باشد، ما گفتیم اون را میگیم لفیفی مقرون، یعنی لفیفی چسبیده از دو حرف علت بر آمده است. بعد از این میگوید مکینت الری، یعنی که استناک آبدهی. استناک آبدهی. مکینت مضاف، الری مضافون الیه. ری در اصل چی بوده است؟ الرویی. رویی. واو متحرک واو یا در کلمه جمع شد، قلب یاش کردیم، یا را در یا ادغام کردیم شد در ری. چه طریقی در اینجا گفتیم. بعد از این میگوید ساره. ساره یعنی سیر کرد، رفت. ساره سیر کرد، سیر کردن، رفتن. این فعل ماضی است. فعل مضارعش می شود از باب یفعلو، یسیرو، یعنی سیر می کند. سار یسیرو مصدرش می شود سیرون، سیر کردن، رفتن. اکنون سار یسیرو این اجوف است، اجوف یایی است، به مثل باع یبیعو هست. ساره در اصل سیره بود، یسیرو در اصل یسیرو بود، به مثل باع بیع بود، یبیعو یبیعو بود. همون اعلال باع یبیعو رو در بالای این جاری بکنید. ساره سیره بود، یا متحرک مقابل مفتوح رو قلب بر کنید شد ساره، به مثل باع. پس از بابی چی است؟ از بابی ضربه یضربو، از دویم بابی ثلاثی مجرد، از 22 باب صرفی باب دویم است و این اجوف یایی است، یعنی که در بین حرف علتش این الفی که میبینید اصل این الف چی است؟ یا است. پس این هست کلمه های نوی درس 52. درس 52 کلمات نوش با همین با آخر رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 52. صاحب کتاب میگوید ذهب حسان. حسان، حسان غیر منصرف است، تنوین رو قبول نمی کند. ذهب حسان. ذهب حسان
فی الصباح الى الغیط مع اخته مریم لیتفرج علی الاشجار والزروع والورد. میگوید که ذهب حسان، یعنی رفت حسان. حسان این به مثل عثمان، سلمان غیر منصرف است، با سبب الف و نون زائده در اون بودن علمیت از این حساب غیر منصرف است. یعنی دو علت دارد سبب غیر منصرف بودنش، چرا که در کتاب صرفی، در کتاب الاجرومیه خونده بودیم که صرفی غیر منصرف شدن بعد یه علت میشه با دو علت. پس در اینجا با دو علت است. اون دو علت چی است؟ یکم علمیت است، یعنی نام است، حسان نام مرد است. دویم الف و نون زائده دارد، حسان و مثل عثمان، سلمان، اینها تنوین را قبول نمی کنند. پس میگه ذهب حسان، رفت حسان، فی الصباح در صبحگاه، در سحر، الی الغیط بسوی کشتزار، بسوی زمین کارم، مع اخته همراه خواهرش، مریم، مع اخته مریم همراه خواهرش مریم، لیتفرج علی الاشجار تا اینکه تماشا بکنن درخت ها را، و الزروع و زراعت ها را، و الوردی و گل ها را، و الوردی و گل را، ورد مفرد ورد استش. بعد از این میگوید ببینید اولا ذهب فعل ماضی، حسان فاعل ذهب، فی الصباح الی الغیط جار و مجرور اینها، مع اخته، مع ظرف، اختی مضاف الیه، اختی مضاف، هی مضاف الیه، مریم در اینجا عطفی بیان برای اخت است. میتونیم بدلش بگیریم با مثل کتابی در کتابی اجرومیه خونده بودیم، بهتر خوبتر ما با مثل کتابای بزرگ، با مثل کتابای بالاتر این عطفی بیانش میگیم. مریم عطفی بیان برای اخت است. اختی در محل جر است زیرا که مضاف الیه، مریم باید مجرور شود، مریمی شود، زیرا که اختی آخرش کسره داره، باید مریمی شود. اما چرا مریمی نشد؟ زیرا که غیر منصرف است. غیر منصرف گفتیم کسره قبول نمیکند، پس میگیم مریمی عطف بیان لاخت مجرور و علامت جره الفتح نیابتا عن الکسره، علامت جرش فتحه است همچون جاینشین به جای کسره، زیرا که کسره قبول نمیکند. لیتفرج این لام لام تعلیل است، لان یتفرج در ان محذوف است، یتفرجو بود، ان در اومد یتفرجه شد، منصوب شد. لان یتفرج، لیتفرج تا اینکه تماشا بکند، علا حرف جار برای تعدیه است، از این حساب در ترجمهش نمیکنیم اشجاری، پس میگیم لفظا مجرور محلا منصوب مفعول به یتفرج است. دقت دادید؟ پس میگیم لیتفرج علی الاشجار تا اینکه تماشا بکنن درخت ها را. ببینید علا را ترجمه نکردیم. تا اینکه تماشا بکنن درخت ها را مفعول به، و الزروع و زراعت ها را، و الوردی و گل را. واو در اینجا واو عاطفه است، زروعی معطوف است در جای اشجار، وردی واو عاطفه است، وردی معطوف است در جای اشجار. بعد از این میگه مشى حسان، مشى حسان، حسان دم، مشى حسان بين الزروع والشجر وتفرج على الفول والبرسيم ورأت مريم فراشات في الحقل وجرت وراءها وقالت انظر يا حسان الفراش تطير هنا وهناك لونها جمیل و شکلها عجیب. میگوید که مشى حسان رفت حسان، پیاده گردی، راه رفتن پیاده با پا، یعنی که پیاده گردی کرد حسان بین الزروعی در بین زراعت ها، و شجری در بین درخت ها، و تفرج علی الفول یعنی تماشا کرد فول را، علی حرف جار برای تعدیه، فول مفعول به تفرجه، و تماشا کرد فول را یعنی که لوبیای سرخ را، و البرسیمی و رشقه را، و رأت مریم دید مریم فراشات شپلک ها را. دقت دادید رأت فعل ماضی
مریم فاعل رعد، فراشاتین مفعول بهی رعد هست. و دید مریم فراشاتین یعنی شپلک ها را فی الحقل در کشزار، و جرت وراءها و دوید از پشت ویها، و قالت و گفت انظر یا حسن، نگاه کن ای حسن، الفراش تطیر هنا و هناک، شپلک می پرد اینجا و آنجا، لونها جمیل، رنگش زیبا است، و شکلها عجیب، و شکلش شگفت‌انگیز است، و شکلش حیرت آور است. یا میتونیم بگیم شکلش عجیب است. مشا فعل ماضی حسن و فاعل مشا تنوین رو قبول نکرد، چطوری که بیان کردیم. بین این ظرف است، زروعی مضاف الیه است و شجر عطف در جای زروع است. و تفرج فعل ماضی فاعلش ضمیر مستقر هو برمیگردد به حسن. و تفرج حسن یعنی نگاه کرد حسن. علا حرف جار برای تعدیه، فولی لفظا مجرور محلا منصوب مفعول به تفرج، و البرسمی عطف در جای فول. رأت فعل ماضی، رأت فعل ماضی فاعلش مریمو، فراشات مفعول به رأت. ما گفته بودیم در صرف میر در کتاب الاجرومیه که جمع مؤنث سالم حالت نصبش کسره می شود. پس فراشاتین مفعول به رأت هست، مفعول به رأت هست، میگیم مفعول به منصوب و علامت نصب الکسره نیابتا عن الفتحه. اکنون دقت دید که جمع مؤنث ضدی در اعراب نصب ضدی چی است؟ ضدی غیر منصرف است. مریمی باید شد، کسره را قبول نمی کند. پس میگیم مریمه منصوب و مجرور و علامت جرهی الکسره الفتح نیابتا عن الکسره. اینجا برعکس اون هست. اینجا در چی میگیم؟ میگیم منصوب و علامت نصبه الکسره نیابتا عن الفتحه. پس مریم غیر منصرف کسره را قبول نمی کند، جمع مؤنث سالم فتحه را قبول نمی کند. جایز نیست بگو که فراشات فتحه دادن جایز نیست. فی الحقلی جار و مجرور. و جرت فعل ماضی فاعلش ضمیر مستتر هی برمیگردد به مریم. وراء ظرف است، وراء مضاف ها مضاف الیه، وراء ها اینها برمیگردد به فراشات، یعنی دوید مریم از پشت چی؟ از پشت شپلک ها. و قالت و گفت مریم فاعلش مریم است. انظر نگاه کن فعل امر فاعلش ضمیر مستتر انت یا حرف ندا حسن منادا مبنی علی الضم فی محل نصب. الفراش مبتدا تطهیر جمله فعلی خبر الفراشو. هنا و هناک اینها هر ظرف هستند در محل نصب مبنی هستند در محل نصب ظرف. لونها جمیل و شکلها عجیب. لونو مبتدا، لونو مضاف ها مضاف الیه، جمیل خبر لونو و شکلو باز مبتدا، شکلو مضاف ها مضاف الیه، عجیبون باز خبر شکلون می شود. لونها جمیلون یعنی رنگ وی اینها برمیگردد به فراشات، ها برمیگردد به چی؟ به فراشات یعنی جمعی فراش، یعنی که جمعی شپلک ها، یعنی رنگ همون شپلک ها زیبا است و شکل همون شپلک ها عجیب است. بعد از این میگوید کانت مریم تسیر فی الحقل مع حسان. مع حسان کسره قبول نمی کند. مع حسان. فنظرت الى خروف يرعى فيه وقالت خروف سمين لونه ابيض وصوفه طويل. میگه که کانت مریم بود تسیر فی الحقل میرفت در کشزار مع حسان همراه حسان. فنظرت الى خروف پس نگاه کرد به سوی گوسفند یا نگاه کرد گوسفند را یرعا میچرد فیه در همون کشزار در وی. و قالت و گفت خروف سمین گوسفند فربه لونه ابیض رنگش سفید است و صوفه طویل و پشمش دراز است. اکنون میگه کانت
مریم و بود مریم. کان از افعال ناقصه این فعل این اسم خبر میگیرد. مریمو اسمی کاند، تسیرو جمله فعلی در محل نصب خبری کاند. تسیرو فعل مضارع فاعلش ضمیر مستتر هی برمیگرد به مریم. فی الحقلی جار و مجرور. مع این ظرف است. حسانه این مضاف الیه هست. پس میگیم حسانه مضاف الیه فی مجرور و علامت جری الفتح نیابتا عن الکسر. گفتیم که حسان غیر منصرف است. غیر منصرف کسر را قبول نمی کند. پس حسانین بگیم اگر غلط است، خطا است. فنظرت پس نگاه کرد. نظر فعل ماضی فاعلش ضمیر مستتر هی برمیگرد به مریم. الی خروفون. الی را میتونیم ما بگیم نگاه کرد به سوی گوسفند. الی را ترجمه حرف جر ترجمهش کنیم. می شود که الی را برای تعدیه بگیریم، ترجمهش نکنیم، خروف را مفعول به نظرت بگیم. پس می شود که پس نگاه کرد گوسفند را. الی را ترجمه نمی کنیم. پس نگاه کرد گوسفند را. یرعا صفت گوسفند، می چرد. یرعا این صفت خروف میشه. زنو که خروف غیر خروف نکره است، بعد نکره جمله صفت میشه. اگر الی الخروفی میگفت پس یرعا را ما حال از خروف میگرفتیم، در حال چریدن بود میگفتیم. اما اینجا ده صفت است. خروف صفت خروف همین است که یرعا میچرد. فیه در وی جار و مجرور هی ضمیر برمیگرد به حقل. فی الحقلی در کشزار. و قالت و گفت. قالت یعنی که مریمو و گفت مریم. خروف سمینون یعنی گوسفندی فربه. خروف سمینون. پس ما میتونیم بگیم که خروف سمینون این خروفون خبر مبتدای محذوف است. سمینون صفت خروف است. اصل مبتدا هذا خروف سمینون، این گوسفند فربه است. این رو حذف کرد. لونه ابیض رنگش سفید است. لونه مبتدا ابیض خبر. و صوفه طویل و پشمش دراز است. صوفه مبتدا طویل خبر. پس لونه ایرا مضاف الیه بگویید. صوفه هو را همچنین مضاف الیه بگویید. بعد از این میگوید سمعت مریم تک 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 فقالت ما هذا الصوت يا حسان. قالت حسان هذه مكنة الري المكنة هناك في أول الغيط. میگوید که سمعت مریم شنید مریم تک 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 تک. این دیگه ترجمه نداره. تک تک به تاجیکی و عربی و انگلیسی و روسی همش تک تک میشه. یعنی که هم آوازی موتور بیان کرده. سه میگه موتور کار کرد تک 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 کار کرده، همون را میگه شنیدک. فقالت پس گفت ما هذا الصوت یا حسان. چیست این آواز ای حسان؟ قالت حسانو گفت حسان. حسان گفت که حسانو غیر منصرف. قالت حسانو گفت حسان هذه مكنة الري این دستگاه آبدهی است. این استانک آبدهی است، یا میتونیم بگیم این موتور آبکشی است. المكنة هناك في اول الغیط یعنی که دستگاه آنجا در اول کشزار هست، در اول زمین کارم است. اکنون سمعت شنید فعل ماضی، مریم فاعلی، سمعت تک تک تک. این تک در محل نصب مفعول به سمعت می شود. شنید مریم چی را شنید؟ تک 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 را شنید. تک 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 این مفعول به سمعت شد. این تک یکمش مفعول به است، اما تک دوم و سوم و چهارمش اون میتونیم بگیم توکید است، برای تاکید آوردگی است، یا که برای تقلید صوت است. همشه یک تا حساب میکنیم مفعول به است، برای تقلید صوت است، برای بیان صوت است. یعنی تک تک. فقالت پس گفت، فاعلش ضمیر مستتر هی برمیگرده به مریم. ما هذا ما استفهامیه برای غیر عاقل، برای تک 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 آوازی غیر عاقل است، یعنی موتور، یعنی که دستگاه. ما هذا چیست این؟ ما مبتدا، هذا خبر، الصوت بدل از هذا، یا حسانو ای حسان. قال حسانو گفت حسان، فعل فاعل. هذه مكنة الري، هذه مبتدا، مكنة خبر، مكنة مضاف، الري مضاف الیه.
هذه ماکینه الری، این دستگاه آبدهی است. الماکینه هناک فی اول الغیط، ماکینه یعنی که دستگاه آنجا در اول کشدار است. الماکینه اینجا می شود مبتدا، هناک ظرف است، فی اول الغیط جار و مجرور متعلق به کائنون، خبری الماکینه خبری مبتدا می شود. بعد از این میگه تعالی نتفرج، تعالی نتفرج، بیا تماشا میکنیم، بیا تماشا میکنیم. تعالی زن رو گفته است، زیرا که یایی مؤنثه مخاطبه رو آورد. اگر مرد رو میگفت تعالی، این یا رو نمی آورد. پس میگم تعالی فعل امر است، این یا در محل رفع فاعل تعالی هست، فاعل تعالی. بیا تو زن یعنی مریم، بیا تو مریم. نتفرج یعنی تماشا میکنیم. نتفرج معنیش چی است؟ تماشا میکنیم. اکنون نتفرج به خاطر چی مجزوم است؟ ما گفته بودیم که جوازیم لام 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 امر اینها هستند. پس در اینجا یگان تا این حرفان است. پس چرا مجزوم شد؟ پس میگوید که این جواب طلب است. تعالی طلب است، فعل امر. نتفرج جواب طلب کی هست، از این حساب مجزوم شده است. جواب طلب مجزوم می شود. تعالی نتفرج، بیا تماشا میکنیم. اگر آمدی تماشا کردن واقع می شود، اگر نیامدی تماشا کردن واقع نمی شود. بعد از این میگوید جرت مریم مع حسان ووقف الاثنان امام ماکینه الری. میگه دوید مریم همراه حسان، مریم دوید همراه حسان. جرت مریم مع حسان یعنی که دوید مریم همراه حسان و وقف الاثنان و ایستادن هر دویشان امام الماکینه الری، در نزد دستگاه آبدهی. دقت دادید؟ جرت فعل ماضی، مریم فاعل جرت، مع ظرف، حسانه مضاف الیه در محل مضاف الیه مجرور و علامت جر الفتحه نیابه عن الکسره، زیرا اینکه اون چی است؟ غیر منصرف است، لانه غیر منصرف، حسان غیر منصرف است. و وقف الاثنان و ایستاد هر دویشان. پس وقف فعل ماضی، اثنان فاعل وقف است. اثنان چی است؟ فاعل وقف. پس میگیم اثنان فاعل مرفوع علامت رفع الالف. در اینجا اثنان فاعل است مرفوع است، علامت رفعش چی است؟ الف است. ما در کتاب الاجرومه خونده بودیم که مرفوع مثنی در حالت رفع با الف نوشته می شود. اثنانی، رجلانی، کتابانی. اما در حالت نصب و جر بیان نوشته می شود. اثنینی، کتابینی، رجلینی بیان نوشته می شود. اما اینجا حالت رفع، زیرا که وقفه را فاعلش است. پس میگیم اثنان فاعل مرفوع علامت رفع الالف نیابه عن الفتحه نیابه عن الضمه لانه مثنى، بخاطر که مثنی است. دتا اثنان اینا مثنی نمیگه، اینا ملحق به مثنی میگیم. اثنان مثنی نیست، ملحق به مثنی است. پس اثنانی، این نون عوض عن التنوین فی مفرده می شود. امامه ظرف است، امامه مضاف، ماکینتی مضاف الیه، ماکینتی مضاف، الری مضاف الیه. جرت مریم مع حسان و وقف الاثنان امام ماکینه الری، یعنی دوید مریم همراه حسان و ایستادن هر دویشان در نزد دستگاه آبدهی. بعدش میگوید که الماکینه تدور و تدور طول اليوم والماء يخرج منها و یجری فی القناة و یروی الزرع. میگوید که الماکینه یعنی دستگاه، تدور دور میزند یعنی کار میکند، دستگاه کار میکند، موتور کار میکند. و تدور و تدور طول اليوم و کار میکند روزی دراز. تدور فاعلش ضمیر تقدیر هی برمیگرده به ماکینه. تاب میخورد، دور میزند یا کار میکند موتور روزی دراز. طول ظرف است گفتیم، روزی دراز. و الماء و آب یخرج منها بیرون میشود از وی. و یجری فی القناة
و می رود جاری می شود در کانال و یروی زرع و آب می دهد زراعت را. اکنون المکینتو مبتدا، تدورو خبری المکینتو، جمله فعلی در محل رفع خبری المکینتو. تدورو فاعلش چی است؟ ضمیر مستتر تقدیرو هی، تقدیرو هی برمیگرده به المکینه. و تدورو واو عاطفه تدورو میتونیم بگیم عطف است در جای تدوروی اول و فاعلش باز ضمیر مستتر هی برمیگرده به المکینتو. طوله ظرف است، از این حساب منصوب است. طوله مضاف، الیومی مضاف الیه و الماء مبتدا است. یخرجو جمله فعلی در محل رفع خبر الماء خبر مبتدا است. یخرجو را فاعلش چی است؟ فاعلش هو است، یعنی بار میگرد به آب. یخرج الماء بیرون میشود آب. منها، من حرف جره، ها اسم مجرور در محل جر. پس ها برمیگرد به المکینتو. منها یعنی من المکینتی، یعنی از دستگاه، و آب بیرون می شود از دستگاه. و یجری فی القنات و می رود در قنات. و یجری فاعلش چی است؟ ضمیر مستتر تقدیره هو برمیگرد به ما و می رود آب در کانال. و یروی زرع و آب می دهد زراعت رو. و یروی آب می دهد فاعلش چی است؟ ضمیر مستتر هو برمیگرد به الماء، یعنی آب می دهد آب، یعنی سیراب می کند آب. از زرع مفعول به یروی است. از زرع مفعول به یروی است، یعنی که سیراب میکند آب زراعت را. پس این هست حوار و گفتگوی درس 52. پس در اینجا درس 52 رو با آخر میرسانم. تا درس آینده یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.